چی؟ کجا بود؟ وقت پیدات نبود. چقدر میخوایی؟ یه 5-6 تومن لازمه. مستقیم میبریم؟ کجا؟ هر چه گفتی. آبجا داری؟ ها؟ قیمت بدن ها؟ خب چند مثلا؟ من نفر 10 تومن میستونم ها. Lalakonne bacham, lalakonne bacham. I huset bor också 2 kvinnor. 20-åriga Mina med sin dotter Sara och 24-åriga Fariba med sin son Mehran. بکش باز کن. تو بنزین زدی برو آخر. توتی میگی چی؟ بقبقو بقبقو بقبقو. این چیه؟ اسمش چیه؟ میره ای میشینه ها مهران نگاه. شامپر میده. شامپر میده؟ بیام بگم مثلا این کار رو انجام میدم مثلا بعد که میام بیرون از خونه یعنی اشتشام که جمعش بعد میشنم گیل کنم چقدر من بدبختم چقدر من بدبختم چقدر ما فلاکت بشم تو کی باید یه هم بدبختی بشم تو کی بازی با یو بقام تو کی باید یه هم بدبختی بکشم تو زمانی که پیر شدن خب با چه کار بکنه آدم زندگی من به لجن کشیده شده تایل با طلاق هستی که نیست از سامان میگیره بکشه بیاره بیرون چی کار باید بکنیم جواب بچه‌مون فرد پس آینده بچه‌مون چطور میشه فرد پس جواب بچه‌مون باید چی بدیم کی جواب بچه‌مون میده من که اینجوری هستم بچه‌م چه آخر عاقبت پیدا میکنه تمام یاگایی ها همشون نمیدونم این دختر فراری ها که میگیرن این زنان که مثلا میگیرن این چیاری که میگیرن همشون خودشون یه برنامه اولشون میرن بعد میرن پیش مفاسد با سرهنگش هم رفتم با سرهنگ اطلاعاتش من تو اطلاعات بود من که تمام شد دو تا برنامه رفت 2 تا 10 تومن بهم داد 20 تومن گفتم که اما خیلی هم پدرم در آورد هر جوونی هم که بخواد بلند شه سرش میکنن زیر آب آدم وقتی اجبار داشته باشه ناراحتی گرفتار منگنش بکنن البته معتاد میشه رو به اعتیاد میاره در شب جمعه یا دوشنبه خبر خوشی به تو خواهد رسیده میشود انشالله خب این فالو برای چی گرفتی؟ برای ازدواج برای ازدواج یا Ett siräktenskap kan vara från 10 minuter till 99 år. Nu förstår jag att Habib är på väg till en mulla för att ingå sire med den 17-åriga flickan Leila.
حالا این سوم میمونه، اون یکی هم دیگه چیز دیگه نمونده، 2 روز دیگه مونده موسیقیش. فراوون اینا دختر فراری زیاد هست. حالا دیگه چون خودی هستین دیگه. یا آمار گرفتن 4000 دختر فراری تو شیراز اومد. 4000 تا آمار کمی نیستم. به الا مواردهای زیاد. یعنی تو هر کوچه من بخوام برم ماشم زیر پام باشه تا 10 تا. تو هر کوچه باشه من میرم. نمیخوای، طلا نخوای، پول نخوای. 200 تومن. هم دیگه مشکل دیگه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمدلله رب العالمین. الصلاة الله. انشاءالله. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جد زهرا و جد امه. آقا دیگه قسم من کردم. من نمیگیرم اصلا بگو یا زهرا. میگم نمیگیرم. یا زهرا. با خدا روم نمیشه بیا بگو یا. من برای غریبه آقا شما غریبه کی نیست میگم اون. باش بگو یا زهرا. زور جدم من. نه عیب نداره. حالا ان شاء الله جبران میکنم. Habib har en fru som hon har varit gift med i 40 år. Hon bor i en by utanför stan. De har barn och barnbarn tillsammans. Och nu väntar han på sin sirre Leila igen. Habibs sirre med Leila varade bara 2 veckor. Hon stack till en annan stad efter att hon hade fått betalt. سیغه داده به لیلا تموم شده. تمام هست دیگه، موادش دیگه تمام هست دیگه. خب برد چند من بری مثل سیغه چند ماهه چجوری؟ یه روزه قبول میکنی؟ نه 2 روزه؟ یه ماه؟ یه روزه میشن، 1 ساعته میشن، 2 ساعته میشن. چند ماه میخوای تو؟ اون موقع چطوره؟ با همدیگه با نظریه همدیگه توافق میکنیم میریم پلوی که از مشتدا Jag upptäcker att sirre är mycket vanligare i dagens Iran än vad jag hade trott. En man som jag har sett besöka mina flera gånger och som jag trodde var hennes pojkvän visar sig vara hennes sirre för 2 månader. بعد دیگه نگاه کن مثلا دستان نگاه کن کی جو کرده؟ شوهرم که دیگه بعد حمید گفت بیو چرا من یه بار اولم که نیست نگاه اینجا کن برو بعد اینجا نگاه کن اوه همه چه زخمی مشت لغتا هانا جونو مگه ببینی دیده گفتم خیزت بچم بستنگ Fariba får plötsligt besök av sin syster. Och jag får veta något som hon inte berättat för mig. Något om hennes man och stora kärlek. بچه ها چه کارش کردین خب؟ داد نزد خب بچه ها میرم بچه ها رفت دیگه کجا رفت؟ رفت یه جوی که دیگه از اون نگه خاک تو سر تو چه بچه گمچه کلی خوشگل چی درباره چی بگید؟ یه بچه 3 ماه داشتم من چیکارش کردم؟ بچه رو فروخت 250 تومن رفت به کی؟ بنده خدایی خب چه تو کی بوده بچه وای خب بنده خدا خودی که فروخت تموم شده یه بار طلاق گرفت شد زن این هم از او بدتر ای داره با یه دخترم خیلی میزدنش هر وقت ما میمدیم به حساب ببینیم بچه رو صورت سیاه کرده بود دندش شکسته بود بردیمش دکتر
پایی میزده به بچه. معتاد که بوده بعدم میزده به بچه. یعنی بغلش که میکریم این دنده های صدا میداد، دنده هاش تقریبا جیغش میره هوا. اینجا میخوابوندمش نگاه میگه چجوری برد بچه رو که تو نفهمیدی؟ من همیشه بیرون بودم، من خونه نبودم، دنبال لقمه نونی. همه جمع کردم، میبینی همه رو جمع کردم که موقع بزرگش نشونش بدم، یعنی بگم من مادر مدینه بودم نرفت تو. و یه زمانی یه روزی شاید بچم برگرده، شاید اتفاقی بیفته، بعد